اومدیم فال بگیریم. دلبر خانه خرابم کرد، ببرم دلبر خانه خراب. ها ها این که اسپرسوه، باید قهوه ترک بخوری. چقدر لفتش میدی؟ تنخه تو فالت یه خانم قد بلند پولدار میبینم. آشپزیش خوبه؟ نه، صابخونته. اجارت 2 ماه عقب افتاده. یه تماس خیلی مهم داری. یه نفر بعد مدت ها قراره به زندگیت برگرده. خودشه این که طلبکاره. یه جسم گرد و قلمبه میبینم تو فالت. آخ جون، کوفته تبریزیه. نه، یه مروارید گرون ای قیمته. بابا. یه 2 میبینم تو فالت. 2 سال، شاید هم 2 قرن دیگه گره هات باز راستی من میشه. میتونم یه دقیقه برم؟ 2 دارم. یه پول باد آورده میاد سمتت. مواظب خرجت باش. دست و دلبازی زیادی به ضررت میشه. با غلط کردم، به خدا اینو به همه میگم. یه خانم موبلان تو زندگیت هست که اصلا نیت خوبی نداره. یه نگاه به من بندازین. این فالا مال خانوماست، من آقام. کارتتو بکش که بریم بختتو باز کنیم. نبرینش، این تازه میخواست بختمو باز کنه. فکر کنم 2 زدم به زندگیش.